أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بزرگواران. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق روال معمول سوالها و برنامه را از SMS بینندگان آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن که سوالم در مورد محرمیتی است که به واسطه شیرخوارگی ایجاد میشه. آیا برادر و خواهر رضایی حکم برادر و خواهر واقعی را داره؟ اگر برادر رضایی موی سر خواهر رضایی خودش را دید و یا برخورد کرد با خواهرش از نظر شرعی آیا گناهی بر او هست یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. یکی از صورت‌های محرمیت در شریعت اسلامی همین بحث رضاع و شیرخوارگی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. تمامی مواردی که از نسب حرام هستند یا به تعبیر دیگر محرم هستند، ازدواج با آنها جایز نیست. از رضاع و شیرخوارگی دقیقاً همان حکم را دارند. و حکم برادر رضایی در این مورد دقیقاً حکم برادر اصلی و حقیقی هست که از یک پدر و مادر باشند و میتونن همدیگر را ببینند، میتونن با همدیگر حرف بزنند. موی سر یا احیانا دست یا پا اگر برهنه باشد و ببینند از نظر شرعی اشکالی ندارد، جزء محارم شمرده میشوند. منتها انسان نباید در این زمینه، خصوصا در این زمانی که زمان فتنه و فساد هست، در این زمینه توسع داشته باشه و باید یک سری مسائلی هست که حتما باید مراعات بکنند. برای بحث اولویت هست، بهترین است که مواردی رو یعنی مراعات بکنند و امروزه چه بسا که حتی برادرانی که حقیقی باشند، از یک پدر و مادر باشند و اگر به راه انحراف رفته باشند نمی شود که به اونها 100% اعتماد کرد، چه برسد به کسانی که یک مقداری دورتر هستند و بحث نسب نیست و بلکه بحث رضا هست. از نظر اصلی و شریعت اسلامی عرض کردم که بحث محرمیت هم برای هر دو مورد ثابت هست، هم برای در واقع رضا و هم برای اصل نسب برادر نسبی و هم برادر رضایی و شیرخوارگی. و این مواردی که یک دیگر رو ببینند یا خلوت باشد یا این که در واقع موی سر یا دست و پا رو ببینند، این جزء مواردی هست که از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا کسی که فرزندان کوچکشان فوت کرده، آیا روز آخرت یا روز قیامت پدر و مادر این فرزندان به خاطر آن فرزندانی که فوت کردن از گناهان پاک میشوند و بهشت میروند یا خیر؟
به صورت کلی تمام مصیبت هایی که بر انسان مسلمان وارد می شود در دنیا، تمام اینها در روز قیامت تبدیل به اعمال خیر می شوند. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماند که ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. در تمامی این مواردی رو که ذکر کردند رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی بیماری، خستگی و درماندگی، غم و اندوه، تمام این مواردی که در دنیا به انسان میرسد، در ادامه روایت اومده حتی شوکت یشاکها، حتی خاری که به پای انسان مسلمان میرود، الا کفر الله به سیئاته، الله متعال به خاطر این مصیبت ها، یعنی سیئات انسان را، بدی ها و گناهان انسان را معاف می کند. این به صورت کلی فلسفه تمامی مصائب و گرفتاری ها و سختی های دنیا هست. در مورد کسانی که در دنیا فرزندانشون از دنیا رفتن، در این زمینه فضیلت بیشتری وارد شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هر کسی که در دنیا 3 فرزند از او در واقع فوت کرده باشد، در روز قیامت الله متعال این رو شفیع قرار میدهد و این رو به بهشت میبرند. شخصی سوال کرده یا رسول الله اگر 2 مورد باشند، 2 فرزند از دنیا رفته باشد، بازم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ان شاء الله شفاعت خواهند کرد و در روز قیامت سبب میشوند که پدر و مادرش ان شاء الله نجات پیدا بکنن. و حتی در روایتی هست حتی یعنی جنینی که سقط شده، در واقع حتی با همون روده هایش در روز قیامت مادرش را میکشاند تا اینکه رو وارد بهشت بکنند. این فضیلت زیادی رو دارد و کسانی رو که الله متعال اونها رو ابتلا کرده و آزمایش کرده به این گونه که بچه های اونها رو در دنیا ازشون گرفته، الله متعال انشاءالله در روز قیامت اونها رو شفیع قرار میدهد. و خصوصا فرزندانی که نابالغ هستند، در نماز جنازه هم وقتی که ما نماز جنازه میخونیم دعا میکنیم که الله متعال این کودکانی رو که از دنیا رفتند و نابالغ هستند، اینها رو شفیع در واقع پدر و مادرش قرار بدهد و پیشوازشون در روز قیامت باشند. و در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که هر زمانی که من صفی آدم را، اذا قبضت صفیه من اهل الدنیا، الله متعال می‌فرماید که هرگاه من صفی یعنی برگزیده یک انسانی رو از اهل دنیا بگیرم. صفی یعنی اون چیزی و اون دوستی عزیزی که از تمام مردم بیشتر یعنی محبوبتر هست و عزیزتر هست. تفاوتی نداره که فرزند باشد، برادر باشد، خواهر باشد یا حتی یک دوست صمیمی باشد. الله متعال در حدیث قدسی می‌فرماید وقتی که من از بنده هم این صفیش را یعنی دوست محبوبش را بگیرم و اون در مقابل صبر بکند، نزد من جزا و پاداشی غیر از بهشت ندارد. چه برسد به این که در واقع فرزندش باشد که در اون زمینه همون گونه که عرض کردم روایت صحیح و صریح دیگری هم وجود دارد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده این است که گفتن من سر کار رکعت اول را ایستاده میخوانم، باقی رکعت ها را نشسته، آیا ایرادی نداره؟ در نمازهای فرض قیام یکی از ارکان نماز هست. قیام یعنی این که در نماز فرض ما بایستیم و نماز فرض را ایستاده انجام بدهیم، این یکی از ارکان و فرایض نماز هست. اگر کسی این رکن را عمدن ترک بکند نمازش باطل هست. اگر یک انسانی که توانایی ایستادن را دارد میتواند ایستاده نماز بخواند، در نماز فرض عمدن نشسته نماز بخواند، نمازش باطل هست، باید این نماز را دوباره اعاده بکند. این در مورد کسی هست که توانایی در واقع این ایستادن را داشته باشد. اما اگر کسی توانایی ایستادن را ندارد، بدین معنی که بیمار هست نمیتواند که بایستد، از نظر شرعی برایش جایز هست میتواند که نشسته نماز بخواند. اولاتر و بهترین است اگر میتواند ایستاده نماز را شروع بکند و بعد از آن بنشیند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما اگر کسی هست که توانایی ایستادن را دارد، میتواند که بایستد اما عمدن خودش اول نماز را ایستاده شروع میکند دوباره مینشیند، نماز چنین فردی درست نیست، مگر اینکه در نماز سنت باشه، غیر از فرض باشه. در نماز غیر فرض یعنی نماز سنت یا نمازهای واجب، نماز وتر یا بقیه نمازها، قیام یکی از ارکان نماز نیست. این اگر که فردی نشسته
هم نماز بخواند نمازش از نظر شرعی جایز هست. در نماز غیر فرض و در نماز فرض هم اگر عذری داشته باشد هیچ گونه اشکالی رو ندارد. و از نظر عملی کسی که نماز حتی سنت را نشسته میخواند به صورت کلی نماز نشسته ثوابش نصف ثواب ایستاده هست، اما در نمازهای فرضی حتما باید به صورت ایستاده و در حالت قیام نماز بخواند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در مورد این که گفتن شخصی یک علمایی در منطقهشون از منطقه قصرقند گفتن که عرض کردن ازدواج اهل تسنن با شیعه جایز نیست چون اهل کتاب نیستن، ولی گفتن شما میگویین که جایزه. چطور یعنی شما میگین جایزه؟ بحث در این زمینه این است که آیا عوام شیعه رو میشود حکم تکفیرشون رو صادر کرد یا خیر. متاسفانه در مذهب شیعه مواردی هست در کتاب‌های شیعه و حتی ادعا کردند که جزء موارد متواتر هست، یعنی قطعی و 100% هست که در مذهب شیعه وجود دارد. مسائلی مانند در واقع تحریف قرآن که مجلسی و دیگران اعتراف کردند که تحریف قرآن متواتر هست، و همچنین مواردی دیگر هست مانند تکفیر صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم. روایات زیادی در این زمینه دارند. اتهام به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. ما شک و تردیدی نداریم که تمامی این موارد جز مکفرات هست، یعنی جز مواردی هست اگر کسی این اعتقاد را داشته باشد کافر هست. اگر کسی بگوید که قرآن اصلی این نیست، این قرآن تحریف شده هست، قرآن اصلی با مهدی هست، چون این انسانی کافر هست. اگر کسی بگوید تمام اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کافر بودند من جمله خلفای راشدین و عشره مبشر و بقیه بزرگواران، یا معتقد به این باشد که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها علیاذ بالله دامنشون پاک نبوده، هر کسی چون این اعتقادی را داشته باشد از دیدگاه ما کافر هست. منتها این به عنوان یک حکم بر یک مسئله هست، یک حکم برای یک مسئله هست. یعنی این که ما میگوییم که معتقد بودن به تحریف قرآن کفره، معتقد بودن به ارتداد صحابه کفر هست، معتقد به ناپاک بودن حضرت عایشه کفر هست. اما آیا در تطبیق عملی ما هر فردی رو که چون این حرفی رو بزند کافر میگوییم؟ نه. در مسئله تطبیق این حکم در واقع یک مسائل دیگری وجود دارد که انسان باید حتما اونها رو تحقیق بکند. من جمله این که اون کسی که این حرف رو میزند دیده و دانسته این حرف رو بزند، تحت اجبار نباشد، بر اساس تعویل این حرف رو نزند و برای اون در واقع اتمام حجت شده باشد، این حکم شرعی برای اون در واقع بیان شده باشد، از روی تقلید نباشد. اگر کسی نادانسته فریب مثلا یک آخوندی رو خورد و چون این حرفی را زد، ما نمیگوییم فلانی کافر هست. بحث در این زمینه این هست علمایی که معتقد هستند که هر کسی در هر حالتی و در هر کیفیتی که این حرف رو بزند اگر کافر هست، خب نتیجه قطعیش این می شود که ازدواج با چنین شخصی از نظر شرعی جایز نیست. بنده نظرم این هست که برای کسانی که اتمام حجت شده، برای روحانیانی که اصل را حقیقت را میدونند و پنهان میکنند و در قلب خودشون معتقد هستند که این قرآن تحریف شده ای هست، ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را کافر میدونند یا حضرت عایشه را دامنش را ناپاک میدونند، اونها هیچ گونه شک و تردیدی در کفرشون نیست، بلکه اونها معاند هستند. اما عوام شیعه که این عقاید رو نمیدونند، به اونها نرسیده، بیان نشده، اتمام حجت به اونها نشده، از نظر شرعی انسان باید احتیاط بکند و نمی شود که حکم کفر چنین افرادی رو صادر کرد، مگر این که با دلایل قرآن و حدیث بر اونها اتمام حجت شده باشد باز هم قبول نکنند. و بدین خاطر است که بنده معتقد هستند که ازدواج با عموم شیعه، چون که عموم شیعه کافر نیستند، ازدواج با اونها هم درست است. و خصوصا اگر شیعیانی باشند که اهل اعتدال باشند، یعنی میانه رو باشند و این گونه در واقع اعتقادات کفرآمیز رو که عرض کردم اینها رو نداشته باشند، تشیعشون صرفاً به معنی محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد که این جزء اعتقادات ما هست، جزء باورهای اعتقادی ما این هست که ما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را در واقع دوست داریم و محبتشون جزء ایمان ما هست. هر کسی که معتقد به تحریف قرآن باشد از نظر شرعی کافر هست، اما برای تطبیق حکم نیاز به بررسی و تحلیل دیگری هم دارد. جزاکم الله خیر. آقا محسن از ایران سوال کردن که آیا نزدیکی یا همبستری با همسر از پشت جایز است یا نه؟ در تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت به اتفاق فقها و محدثین اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که این مورد حرام هست.
همبستری رو که الله متعال جایز قرار دادند نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم أن شئتم و زنان به عنوان مزرعه و محل کشت شما هستم، هر گونه که میخواهید میتوانید با همسرانتون جفت بشوید، یعنی در محل حرث. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنها این تفسیر کردند این گونه که یعنی با همسر از راه طبیعی با هر کیفیتی که خواسته باشند در واقع میتوانند که با همدیگر هم بستر بشوند. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه روایات صحیح و صریحی رو دارند و فرمودند که ملعون من اتی امرأة فی دبرها، هر کسی که از راه عقب با همسرش جفت بشود اون در واقع ملعون هست و نفرین شده هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین فردی رو نفرین کردند و به اتفاق مذاهب اهل سنت و الجماعت چنین کاری از نظر شرعی در واقع حرام هست. منتها حرام بودنش به این معنی نیست که اگر کسی این رو انجام داد زنش طلاق می شود. یک کار حرامی رو انجام داده، مانند در واقع همبستری در هنگام عادت ماهیانه یا در هنگام دوران خونریزی بعد از وضع حمل، همبستری حرام هست. اما اگر کسی با وجود حرمتش اگر چنین کاری رو انجام داد، یک کار حرام و ناجایز رو انجام داده، این منجر به طلاق شدن و در واقع از بین رفتن عقد نکاح نمیگردد. جزاکم الله خیر. بنابراین بعدی گفتن که یک اختلافی که در بین جامعه هست آن هم بر سر آمین به جهر و آمین به سر هست. شما بگویید کدامش افضلتر است با دلیل؟ در این زمینه اختلاف نیست. اختلافی که اونو اختلاف یعنی معرفی بکنیم اختلافی نیست، بله تفاوت دیدگاه وجود دارد، اما هر دو دیدگاه در واقع مستند به روایات هستند از رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمامی اختلافاتی و تفاوت هایی که در دایره فقه اسلامی وجود دارد اینها بحث اولا و عدم اولا هست، همون گونه که خود بیننده عزیزمون همین رو اشاره کردن، یعنی بحث جایز و ناجایز، بحث سنت و بدعت نیست، بحث اولا و عدم اولا هست. در این که بعد از سوره فاتحه آمین گفته می شود، تمام اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر دارند. تمام اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر دارند بر این که آمین گفتن یکی از سنت های قولی نماز هست، یعنی سنت هایی که باید با زبان گفته بشود آمین بعد از اینکه سوره در واقع فاتحه تمام شد. و روایتش در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا امن الامام فامنوا، وقتی که امام در واقع آمین گفت شما هم آمین بگویید. و فضیلت های متعددی در این زمینه اومده در صحیح بخاری و صحیح مسلم. در اصل جواز، در اصل سنت بودن آمین گفتن بعد از قرائت سوره فاتحه هیچ کسی از علمای اهل سنت و الجماعت و چهار مذهب اختلافی در این زمینه وجود ندارد. صرفاً اختلاف در این مورد هست که آیا این آمین را با صدای بلند بگوییم یا صدای آهسته. صرفاً در این اندازه هست. در سنت بودنش همه اتفاق نظر دارند، اما آیا این آمین با صدای بلند گفته بشود یا صدای آهسته؟ مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنابر دلایلی هم که در این زمینه دارند معتقد هستند که این آمین در واقع به معنی استجب هست، یعنی استجب دعا، پروردگارا دعای ما را قبول بکن، دعایی که در سوره فاتحه اومده که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، تمام مواردی که در این زمینه اومده. وقتی که بعد از این یعنی قرائت فاتحه ما میگیم آمین، یعنی دعا میکنیم پروردگار دعای ما را بپذیر. و آمین یک دعای هست و اصل در دعا خفیه هست. اصل در دعا این است که به صورت آهسته گفته بشود. رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک جایی که صحابه بودند با صدای بلند دعا می‌کردند، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اربعوا علی انفسکم، به خودتان رحم بکنید، شما یک فرد در واقع ناشنوا را صدا نمیزنید، الله متعال صدای شما را در واقع میشنود. یعنی اصل در دعا کردن این است که انسان هنگام دعا کردن با الله متعال راز و نیاز بکند، مناجات بکند با صدای آهسته. ائمه احناف گفتند چون که آمین یک دعا هست، پس بنابراین مانند بقیه دعاها باید با صدای آهسته خوانده بشود.
در کنار احناف مذهب امام شافعی رحمت الله علیه هست و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و همچنین یک گروهی از مالکی ها نظرشون بر این است که باید با صدای بلند گفته بشود، بنابر روایاتی که در این زمینه هستند. در سنن ترمذی و در سنن ابو داود هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آمین میگفتند با صدای بلند آمین میگفتند و مد بها صوته، صدایش رو بلند یعنی با صدای بلند آمین میگفتند. حتی در روایت سنن ابن ماجه اومده که در واقع این مسجد یک تکانی میخورد از صدا، یعنی این صدا در مسجد به صورت کامل میپیچید. با توجه به این خرچ این چیزی عرض کردم در مورد سنن ابن ماجه، این از نظر سندی این اضافهش ضعیف هست، اما روایت دیگر که عرض کردم در سنن ترمذی هست و در سنن ابو داود هست صحت دارند بر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم با صدای بلند هم آمین گفتند و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم با صدای بلند آمین میگفتند. هر دو صورتش جایز هست، هر دو صورتش جایز هست. هر کسی بر هر مذهبی عمل کرد هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، اما از دیدگاه ما با توجه به روایاتی که در این زمینه آمده که بخشی رو عرض کردم، آمین بالجهر اولاتر و بهتر هست. آمین بالجهر اولاتر و بهتر هست. این قول راجی هست. اما اگر کسی به اقتدا از یک امام و یک عالم حنفی آمین را سرا گفت و با صدای آهسته آمین گفت، باز هم نمازش صحیح است، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. اون هم یکی از مذاهب اهل سنت و جماعت است. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان کارگردان عزیز خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و از بینندگانم خواهش میکنم که سوالای شرعیشون رو آماده بکنن اول و وقتی که تماس گرفتن از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن، منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه. بیننده بعدی گفتن اگر مردی به زنش بگوید بیا بریم طلاقت بدم، بعد بگوید برای اینکه پسرم را بترسانم این حرف را زدم، آیا طلاق اتفاق افتاده است یا نه؟ اصل در این مورد این است که انسان، یعنی من توصیه میکنم به جوانان عزیز که به هیچ عنوان این لفظ طلاق را در واقع به زبان نیاورند. این طلاق بازیچه‌ای نیست که این در واقع تکیه کلام شما باشه که همیشه سر زبانتون باشد و اون رو در واقع به خاطر تهدید یا موارد دیگر بر زبان بیاورید. این طلاق یک معنی شرعی دارد، یک اصطلاح تعریف شده هست و یک اثر تعریف شده و مشخصی را دارد. به معنی جدایی زن و شوهر از همدیگر هست. انسان باید خیلی مراقب باشد، نه به شوخی و نه به خاطر ترساندن یا موارد دیگر انسان نباید این لفظ رو بر زبان بیاورد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ثلاث جدهن جد و هزلهن جد. سه مورد هستند که جدیشان هم جدی هست، شوخیشان هم جدی هست. اگر جدی باشند که جدی هست، اگر شوخی هم که باشند اونم جدی شمرده می شود. یکی از این موارد نکاح هست و دیگری طلاق هست. طلاق و عتاق و آزادی، یعنی طلاق یکی از مواردی هست که جدیش هم جدی هست و شوخیش هم در واقع جدی هست. پس بنابراین به هیچ عنوان انسان نباید با لفظ طلاق و نکاح و عتاق در واقع شوخی بکنند، زیرا که اینها از نظر شرعی تعریف شده هستند و وقتی که انسان عاقل و بالغی با اختیار خودش این الفاظ رو بر زبان بیاورد، بر محتوایش و بر آثارش باید هم ثابت می شوند و اونو باید قبول بکنند. اما لفظ طلاق، روش طلاق دادن این است که با لفظ ماضی باشد، با لفظ ماضی باشد. یعنی این که من طلاق دادم، طلاق دادم، طلاق میدهم معتبر نیست. اگر کسی به زن خودش گفت من تو را طلاق میدهم، یا اون گونه که در سوال اومده بیا بریم تا تو را طلاق بدهم، با چون این لفظی طلاق واقع نمی شود. با لفظ ماضی و گذشته طلاق واقع می شود. یعنی اگر شوهری به زن خودش گفته که بگوید من تو را طلاق داده ام، طلاق داده بودم یا طلاق دادم، اینا طلاق واقع می شود. اما این که بگوید طلاق هستی به قول شما، اگر بگوید که من تو را طلاق میدهم، این دلالت بر آینده هست. یعنی میگوید که من تو را در آینده طلاق میدهم، تا زمانی که نگفته که طلاق دادم در این صورت طلاقی واقع نمی شود. اما به هر صورت همون گونه که عرض کردم، تا جایی که ممکن هست این الفاظ را به عنوان شوخی هم انسان نباید، نه به صورت در واقع حال یا به صورت مضارع و آینده این الفاظ را استفاده نکنند و این در واقع نهایی شیطان میخواهد که با این الفاظ و به کار بردن این گونه تعبیرات انسان را در واقع در وسوسه بیاندازد. همون گونه که حداقلش این است که در وسوسه افتادند که آیا نکاحشون باطل هست یا باطل نیست، طلاق افتاده یا اینکه نیفتاده. پس
بنابراین از استفاده این الفاظ در چنین موارد باید انسان پرهیز بکنه. جزاکم الله خیر. تماسای بینندگان وصله. اولین بیننده رو وصل کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم روز شما بخیر. سلام علیکم. سلام مجدد برای استاد محترم آقای نیکان. 3 سوال شرعی دارم برادر گل اگر لطف کنید. سوال اولتون بفرمایید. سوال اول میست که ما در کشور اروپا زندگی میکنم و از طریق دولت به من معاش میده. ما سن سالم به کار نیست، در خانه هستم و معاش سوسیال میگیرم. این معاش برای من حلال است یا حرام؟ درست. یک سوال دوم است که یکی از دوستای ما قرضه بانک گرفته و از اقتصادشان خوب نبود که قرارداد امضا کرده بودن که در این وقت اگر پیسه را دادی به اینی پیسه باید بتی به حساب رندش. نصف پیسه را داده، نصف پیسه را مانده سرش، اما او حال نداره. اگر ایده قانون اروپا است که کس نداره، باز بگوی که ندارم او را به کدام طریق میبخشه. آیا حرام است یا حلال؟ این دو یعنی واقعا هم نداره؟ ببخشید یعنی واقعا نداره؟ بله. اما قدر پیسه معاش میگیره که کرای خانه و برق و گاز و مصارف خرج و زن اولاد و 3-4 تا طفل داره که مصرف مکتب از وارا میکنه و کدامای دیگه نداره که او را. درست. این دو سوال سوم میست که ما مسلمان ها از کدام مذهب پیروی کنیم؟ یکی میگه حنفی، یکی میگه حنبلی، یکی میگه مالکی، یکی میگه شافعی. ما خودم شخصا پیرو سنت پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستم و همیشه هستم، همیشه میباشم تا که بمرم زیر علم از او شخص خاتم الانبیا هستم. و بعض نفرها گپا میزنه که فرض مثال امیر یاد میگنی تو سنت پیغمبر عمل کو. فرض مثال وقتی که نماز میخوانی که سوره الحمد خلاص شد یا قل والله خلاص شد دست بالا میبینی رفعت نین میگن، این میگه ابو حنیفه قبول نداره. یا فرض مثال در شزده میری دعا میکنی، شزده میکنی در مشزده دعا میکنی میگه ایره ابو مالک چی مذهب مالکی قبول نداره. اینال ما بیخی همی رای اسلامیت از پیش مسلمان ها گم شده. نمیفهم که چرا. یک شکر الحمدلله خدای ما یک خدا، پیغمبر ما یک پیغمبر، قرآن ما یک قرآن. بعد از قرآن اعظم نشان 2 کتاب بزرگ مهم مسلم است و بخاری، صحیح بخاری، صحیح مسلم. ما از امو پیروی میکنیم اما نمیفهم دیگه برادرها دیگه قرارا چرا این کارم میکنن. درست. اینمی اگه توضیح بدین برادر گل ازتان متشکرم. خداوند شما رو سرفراز سربلند داشته باشه. سلامت باشه. با تمام کارکنان بالخصوص آقای دیقان، آقای انصاری، آقای سلیمانی که قرآن اعظم نشان تلاوت میکنن. تشکر میکنم شما. تشکر. یک جان ممنون. شب روز خوش. خداحافظ. سلامت باشین. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. سوال شرعیتون لطفاً. سوال شرعی مقصود بپرسیم درباره این نکاح شغار. یک روز یک حدیثی داخل شوکی و صالح ما بگیدیم. درست. بعد از ما گفتیم بپرسیم در افغانستان هم که هستی ازدواج داره که ازدواج مثلا دختر میگیره دختر میگیره. بله. گفتیم که کنیم چی رقم از نظر امام ابراهیمی کاسب. انشالله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر. سوال بعدی درباره درود که غیبی اگر درود بگید. در مورد درود اگر درود غیبی؟ دارن تماس بیننده قطع شد. درباره درود غیبی گفتم فکر کنم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد محترم چند سوال دارم. سوال اولم روش نماز برای خانم است که واقعا بسیار وقت است که در صدد عزیزم که امو روش درسته که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما نقل شده امو را در پیش بگیریم. و استاد محترم قبلا هم بعضی از کلیپ هایی که درباره نماز است برای ما
به نشر مانده بودن. حالا ما زنان میتونیم که همون قسمی که استاد محترم نماز خود ادا میکنن، یعنی به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای ما هم درست است که به قسم مردا باید نماز خود ادا کنیم، یعنی در رکوع، سجده و تمام حرکات، یعنی یک قسم باشه. ما میتونیم این کار کنیم. خیر. سوال بعدی؟ سوال بعدی من گرچه استاد تکراریست درباره نماز وتر است که هفته قبل همین سوال کرده بودم. یعنی استاد گفتن دو روش قبلی بهترتر است، یعنی که به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر است و ما و فامیل میخوایم چیزی که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک است و درجه اولویت دارد، یعنی در مورد نماز وتر من میخوایم همون روش به پیش بگیریم. من یه حق دارم این کار کنم و یا خیر؟ و سوال دیگه هم استاد محترم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وای گفته میشد و این که شرح قرآن شریف است؟ چون این سوال به ذهن بسیاری از دوستان اینجا خطور کرده و میخواستم که جواب خود هم بگیرم. درست. سوال دیگه هم داریم؟ همچنان استاد محترم ببخشید سوالا بسیار زیاد شد. می تفسیر کابلی، تفسیر قرآن شریف که در پیش ما تفسیر کابلی خواندن از درست است؟ یعنی صحیح است، کاملا مورد اعتبار است؟ خیر. تشکر میکنم از شما. تشکر از شما استاد محترم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از خواهر گرامی. تماس بعدی رو بس کنیم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. ببخشید می‌خواستم از بفرمایید. صدای شما پخش میشه، سوال شهریتون. بله، سوالم در مورد انا به شما هم بگم. ببخشید به شما هم بگم باید. از طریق گوشی با ما صحبت بکنید. از طریق تلفن. باشه. در مورد ببخشید الان به تلویزیون بسته. سوالتون رو بفرمایید. منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه. من این خواهش همیشه از شما میکنم که این کارو نکنید. سوالم اینه که مثلا میکنم که استاد فرمودین که ذکری که چند دفعه گفتی که مثلا لا اله الا الله وحده لا شریک له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اگه این را برای مرده بزنید سبب مرده نیست، مخصوصا که مرده پدر ایرادم باشه. بعد سوال دوم اجازه است بگم؟ بفرمایید. سوال دوم؟ سوال دوم اینه که اگه کسی نیت داشته باشه، نیت حج؟ بله، حج داشته باشه، نیت حج داشته باشه، بعد به اون پروردگار مریض بشه، بعد اون مریضی پرسونه. بخش صداتون داره قطع وصل میشه، یعنی شمارتر بگی اگه کسی نیت حج بکنه و بعد خود دو پروردگار مریض بشه، بعد اون مریضی فوت کنه، بعد اجر و قدر کنه. درست. سوالتون واضحه؟ بعد تموم شد. خیلی ممنون. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. سوال من همین آیا خون وضو رو باطل میکنه؟ آیا خون وضو رو باطل میکنه یا نه؟ خون. الو. بله، آیا خون وضو رو باطل میکنه یا نه؟ از روی حدیث گوید، من مذهب نه، از روی حدیث. درست. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. لطف کنید که این صداتون رو بلندتر کنید. صدای میاد؟ بله، در خدمت شما هستیم. ببخشید نمره استاد محترم میخواستم بپرسم کنم یک چند سوال. بفرمایید. صداتون پخش میشه و سوالتون رو بفرمایید. سوال اولی من بوده که کسی میخواد که کسی حج بره و بخواد که به مادرش یا پدرش و یا خانمش حج عمره یا حج فرضی کنه و اونا هم هنوز در قید حیات باشه، آیا این کار اجازه است یا نه؟ درست.
سوال بعدی؟ سوال دوم این بود که آیا برای یک زن مرد مسلمان اجازه است که در عطر که الکل استفاده شده باشد او را به لباس خود استفاده کنند و همراه از نماز بخوانند، آیا اجازه است یا نه؟ درست. سوال بعدی؟ سوال آخری من این بوده که در بعضی خوراک‌ها مقدار از الکل استفاده میکنند. خوراکی ها؟ بله یا. آیا اجازه استفاده از او را داریم یا نه؟ درست. تشکر بسیار زیاد. روز خوش برتان میخواهیم. خدا سلامت باشین. خدا نگهدار شما. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. شب بخیر. شب روزتون بخیر. در خدمت شما هستم. چند سوال داشتم برادر. سوال اول. سوال اولتون؟ همین که میگن کسی که ازدواج کنه نصف دین از تکمیل میشه، یه حدیث راست از ضعیف یا غلط؟ سوال گرفته شد. نصف دینش کامل میشه؟ بله، نصف دینش میگه با ازدواج نصف دینی کامل میشه. درست. سوال بعدی؟ سوال دومی که تحیت المسجد و تحیت الوضو آیا واجبه یا چیزه یا نفله؟ چرا بعد از نماز عصر بعد از نماز صبح خونده نمیشه؟ درست. سوال سوم راجع به دعای دستگیری بعد از نماز. دعای سند صحیح بگن که آیا این راجع به همین دعای دست جمعی بعد از نماز. از علما میگه سنت، ادعی میگن مستحب، ادعی هم میگن که بدعت. آیا این بدعت مستحب سنت چیه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال ولی همین که در نماز صبح در هنگام فرض وقتی که به مولای امام فرض میخونه کسی که میگه بگر اول سنت رو بخونه، چرا در نمازهای دیگه مثل نماز ظهر میگه بگر بره از مراد بره به خدای امام یک جاشه سنت رو بعد از فرض بخونه، چرا این سنت بعد از فرض خونده نمیشه؟ درست. تشکر میکنم. سوال آخرم، سوال پنجم راجع به ذکر جهریه و خفیه. آیا ذکر جهریه بیشتره یا خفیه؟ کدومه که درجه بهتر دارن؟ ذکر جهریه یا خفیه؟ بله، یا کدومه که از اینا بهتره؟ درست. تشکر میکنم از شما. دیگه سوال نشم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. به سال حق برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. الو مانا. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه، منتظر سوالتان هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. من از افغانستان به تماس میشم. در خدمت شما هستیم. برادر عزیز، من یک سوال از جناب مولانا صاحب داشتم. سوال اول نیست که آیا شخص میتونه توسط نظر کنم کسی دیگه از بین بره و فوت کنه و اگر فوت کنه ما به روز شهید گفته میتونیم و درجه شهادت برش داده میشه یا خیر؟ سوال بعدی است که فاصله دادن میان ابروها گناه داره یا نه؟ بخشین یواشتر سوال اول هنوز تمام نکردیم، آهسته کمی. سوال دومتون؟ آیا یک شخص میتونه توسط نظر کسی از بین بره؟ بله، سوال اول واضح بود. سوال دوم؟ برداشتن ابرو؟ فاصله دادن میان ابرو گناه داره یا نه؟ سوال بعدی؟ دیگه از جناب مولانا صاحب خواهش دارم که بر ما دعا کنن چون یک مشکل بزرگ دارم. دیگه وقتان خوش، وقت برنامه زیبایتان نمیگیرم. خداحافظ. خدا نگهدار شما. تشکر میکنیم. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. حالتون خوبه؟ ببخشید. سلام علیکم. سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. تو قرآن مجید 14 آیت سجده تلاوت اومده. اگه این سجده تلاوت را انجام نده گناه آدم داره، یا اگه انجام داره این آدم انجام بده دعاش چجوری میشه؟ چجوری خونده میشه؟ باید چجوری انجام بده؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟
بعد سوالم نماز پرسن عشا تا ساعت 12 خانه میشه، من یک میخونم بعد موقع مثال پرسیدم اگه اشکال داره وقتش تا چند ساعت میشه؟ بله. ممنون. سلامت باشین. تشکر میکنم. سلامت باشین. ممنون از برنامه‌های خوبتون. سلامت باشین. تشکر میکنیم. در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت تا خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله بیدادی جمله را هستی ربی من یا الله تو یکتایی و یکتایی و یکتایی یا الله همه عالم گواه است بر وجودی ذات یکتایت تو تنهایی و تنهایی و تنهایی یا الله شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله توانایی علمی تو همه چیز را فرا گیرد توانایی و دانایی یا الله محمد را فرستادی برای دعوت اسلام تو هادی جمله مایی و مایی یا الله شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله 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 یا الله رضای تو بود بر آن که از وی پیروی دارد تو محبوبی و محبوبی و محبوبی یا الله 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 یا الله 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 یا الله 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 یا الله 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 یا الله تو نوری آسمانی و زمینی کردگاری من تو رحمانی و رحمانی و رحمانی یا الله 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 یا الله 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 یا الله هزاران این سپاس و شکر ما بادا نثاری تو معبودی و مقصودی و مقصودی یا الله 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 یا الله 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 یا الله 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 یا الله الله یا نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
آنان که ربا میخورند همانند کسی از قبر خود برمیخیزند که شیطان او را دچار دیوانگی کرده است. زیرا میگفتند خرید و فروش مانند رباست، حال آنکه الله خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است. بنابراین هر کس که پس از رسیدن فرمان پروردگارش از این عمل باز آید، آنچه پیشتر کسب کرده از اوست، و کسانی که دوباره به رباخواری بپردازند دوزخی‌اند و برای همیشه در آتش خواهند ماند. الله ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و الله هیچ انسان ناسپاس و گنهکاری را دوست ندارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل. عرض سلام و خسته نباشید دوباره دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که چند تا سوال داشتن، البته گفتن که در اروپا زندگی میکنن و به خاطر اینکه ناتوان هستند دولت به اونها معاش میده. آیا گرفتن این معاش یا این حقوق از دولت حلاله یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در صورتی که انسان در یک کشور به قول بیننده خودمون اروپایی زندگی می و تبعی اون کشور هست و اقامت اون کشور رو در واقع داره و معاشی که به اون داده می شود از نظر شرعی اشکالی نداره، جایز هست اون حقوقی رو که در واقع اون حکومت به تمام افراد و تبع خودش میدهد و این فرد والا این که مسلمان باشه و حکومت کافر باشد میتواند که از آن استفاده بکند. هیچ گونه ممانعت شرعی رو در این زمینه ندارد، بالفرض این که این مسئله رو در نظر بگیریم که فلان حکومت به طور مثال اون درآمدش حرام باشد. خود اصل حکومت این پولی رو که به تبع خودش و به افرادی که مستحق هستند میدهد، بالفرض این که اون پولی که حکومت کسب کرده به عنوان مالیات باشه یا این که فرض بکنیم که از پول ربا باشه، ربای بانکی باشه یا موارد دیگر که از نظر شرعی حرام هست، این حرمتش برای خود حکومت هست، یعنی حرام بودنش یک مرحله قبل هست و برای اون کسی هست که این مال را از طریق حرام در واقع کسب کرده. وقتی که این مال از طریق قانونی و از طریق شرعی به یک شخص دیگری نقل می شود و منتقل می شود، این نقل و انتقالش به یک فرد دیگر این روش مشروعی هست، یعنی این که
این فرد وقتی که این پول را از حکومت میگیرد با دلیل و قانون در واقع اون پول را یعنی تملک میکند و به اون میرسد و این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، بالفرض این که در اصلش حرام بوده باشد، اما چون که تحویل ید شده یعنی ملکیت در اینجا تغییر پیدا کرده، پس بنابراین از نظر شرعی اشکال ندارد، میتوانند که از چنین مالی استفاده بکنند. تشکر میکنم از شما. سال بعدی گفتن که یکی از دوستانشان از بانک قرض گرفته است و تا الان نصف اون پول قرض را داده، اما الان توان پرداخت بقیه را نداره. اگر بگه ندارم بانک این پول ها را میبخشه بقیه‌شو، آیا گناه داره که بگه ندارم؟ بله، از نظر شرعی خود این یعنی قرض گرفتن از بانکی که بانک ربوی هست و بیشتر از آن چیزی رو که قرض گرفته باید دوباره پرداخت بکند، این خود عمل یک عمل در واقع ناجایز و حرامی هست و ربا از دیدگاه اسلامی 100% یک حرام قطعی و مسلم هست. این یک مسئله جداگانه هست. اما در صورتی که بالفرض توانایی پرداخت این وام را دوباره که باز پرداخت بکند ندارد این را، و چنین قانونی اگر وجود دارد که دولت این رو معاف می کند، اشکال ندارد اعلام بکند که من این توانایی پرداخت این باقی مانده وامی رو که برگردنم هست ندارم، دولت به جای اون پرداخت بکند، این از نظر شرعی اشکال ندارد و مثل همون مورد قبلی هست. یعنی اگر یک هدیه از جانب یک حکومت کافری به یک فرد مسلمانی برسد، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و جایز هست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که ما مسلمان ها، البته از اروپا بودن، گفتن ما مسلمان ها از کدام مذهب پیروی کنیم؟ در این هیچ گونه شک و شبهه وجود ندارد که تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت ما معتقد هستیم که بر حقند. مذهب امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل به اجماع علما عمل کردن بر هر یک از این مذاهب چارگانه از نظر شرعی اشکال ندارد، جایز هست و هر کسی که بر هر کدام از این مذاهب عمل بکند و به فتوای یکی از این ائمه مذاهب یا علمای مذهب عمل بکند، از نظر اصلی اون بریء الذمه هست. یعنی نماز و عبادت و بقیه اعمال شرعی از نظر شرعی جایز هست و چنین انسانی بریء الذمه می شود. یعنی این عبادت و طاعتی که انجام داده الله متعال را قبول می کند. و ما در این زمینه یعنی عرض کردم که تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت مبنای اصلیشون در منبع اصلیشون در اصدار و در فتوا و شریعت در واقع قرآن و سنت هستند. این در مرحله اول تمام مذاهب دلیل احکام شرعی رو از قرآن میگیرند، در مرحله دوم از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرند، در مرحله سوم از اجماع صحابه و امت میگیرند و در مرحله چهارم از قیاس میگیرند. بعد از این دلایل دیگری وجود دارد که بسیار از اونها در واقع مختلفی هستند، اما این چهار اصل از دیدگاه ائمه چهارگانه و چهار مذهب اهل سنت و الجماعت متفق علیه هستند. یعنی تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت اولویتشون قرآن هست و بعد سنت و اجماع و در آخر در واقع قیاس هست که در واقع از قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته می شود. همان گونه که عرض کردم عمل کردم بر هر کدام از این مذاهب از نظر اسلامی و از نظر شرعی به اتفاق تمام مذاهب اربعه در واقع جایز هست و اشکال شرعی ندارد. اما امروزه یا در هر زمان دیگری هر انسانی که توانایی استنباط و استدلال ندارد، خودش نمیتواند که مستقیما از قرآن و سنت یا از کتاب‌هایی که در واقع احکام شرعی رو بیان کردن با تفصیل نمیتواند یک حکم شرعی رو استنباط بکند و بگیرد، چون این فردی از نظر شرعی مکلف هست که از علما بپرسد، از عالمی از هر جایی که بود، هر عالمی را که به علمش، به درایتش، به تقوایش ایمان داشت، باور داشت که فلان عالم از نظر علمی قوی تر هست، از نظر ایمان و در واقع اعتقادش و پرهیزگاریش قوی تر هست، میتواند که مسائل خودش را از فلان عالمی که مورد قبولش هست از اون عالم بپرسد و بر آن عمل بکند. برای یک فرد عامی لازم نیست وقتی که به یک عالم میرسد بگید که من حنفی هستم حتما بر اساس مذهب امام ابو حنیفه به من فتوا بده، یا من شافعی هستم پس بنابراین حتما به مبنای مذهب شافعی به من فتوا بده. سوال بکند که حکم شریعت الهی بر اساس قرآن و سنت در این مورد چی هست؟ وقتی که یک عالمی فتوایی رو صادر کرد برای اون فرد عامی همین کفایت میکنه.
بکنند که بر قول فلان عالم در واقع عمل بکند و بدون این که سوال بکند که این مذهب کی هست از علمای گذشته، این نظر چه کسی بوده، این نظر چه کسی نبوده. پس بنابراین شما این مطلب، این روش رو در پیش بگیرید. اگر واقعا یکی از علمای احناف رو شما به اون اعتقاد دارید، باور دارید و که علمش زیاد هست و تقواش زیاد هست و از اون سوال کردید، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. هر چیزی که اون عالم گفت از شما میتوانید که از اون پیروی بکنید یا از هر یک از مذاهب دیگر اهل سنت و جماعت باشد. عرض کردم هر کسی رو که شما به علمش اعتماد بیشتری رو دارید، سوالات شرعی خودتون رو از اون فرد بپرسید و هر چیزی رو که به شما فتوا داد از نظر شرعی بر شما جایز هست که بر فتوای اون عالم عمل بکنید. جزاکم الله خیر. نکاح شغار از نظر اسلامی چه حکمی دارند؟ از دیدگاه علما و فقهای اهل سنت و الجماعت نکاح شغار یک نکاح فاسدی هست. نکاح شغار یک نکاح در واقع فاسدی هست و دوباره باید تجدید نکاح بشود بنابر روایات متعددی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد. به طور مثال در صحیحین روایتی هست از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند، نهی عن الشغار، که از شغار نهی کردند. در روایت صحیح مسلم اومده که لا شغار فی الاسلام. روایت دیگری در صحیح مسلم اومده از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که میگویند که در مورد توضیح شغار اومده که والشغار ان یقول الرجل للرجل، شغار این است که یک مردی به یک مرد دیگر میگوید که زوجنی ابنتک و ازوجک ابنتی یا زوجنی اختک و ازوجک اختی، که یک فردی به فرد دیگر میاد که من دختر خودم را در نکاح تو در میآورم، تو دخترت را به من بده، یا من خواهرم را در نکاح تو در میآورم، تو خواهرت را در نکاح من در بیار. یعنی مقابله کردن و عوض کردن دختر در مقابل دختر. این از نظر شرعی در واقع یک نکاح فاسدی هست و جایز نیست و از این مورد انسان باید پرهیز بکند. حتی در مسند امام احمد اومده که عباس یکی از فرزندان عبدالله ابن عباس یکی از فرزندان عبدالله ابن عباس بود و عباس عموی رسول الله صلی الله علیه وسلم. ایشون دخترشون رو دادن به عبدالرحمن ابن حکم و عبدالرحمن ابن حکم هم دخترش رو داد به عباس فرزند عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما و در این زمینه اونها یک مهری رو هم تعیین کرده بودند. یعنی به عنوان مهریه یک چیزی رو در وسط هم تعیین کرده بودند. در زمان خلافت حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه و حضرت معاویه به نایبش که مروان بود دستور داد که اینها رو از همدیگر جدا بکند، یعنی این نکاح رو فسخ بکند یا این عباس فرزند عبدالله ابن عباس را و از همسرش جدا بکند و همچنین عبدالرحمن ابن حکم را و گفتند این دقیقاً همون موردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از این نهی کرده. پس بنابراین نکاح شغار از دیدگاه شرعی یک نکاح فاسدی هست و صورتش این است که دو تا دختر رو در مقابل هم قرار بدن. از یک خانواده یک فردی دختری رو میگیرد و در مقابل دختر خودش رو به اون میدهد و این رو مشروط میکنند، من به شرطی به تو دختر میدهم یا خواهرم رو یا فلان کسی رو از خویشاوندانم به تو میدهم که در مقابل تو هم فلان خویشاوندت رو، دخترت رو، خواهرت رو در واقع به نکاح من در بیاوره. و وقتی که این شرط شده باشد، این نکاح به صورت بدل عوض باشد، این از نظر شرعی همون در واقع شغار شمرده می شود ولو این که در مقابل یک مهریه تعیین شده باشد. به خاطر این که یعنی مشروط کردند که من یعنی اگر که یک فرد بالفرض بگوید که من این دختر رو به تو نمیدهم، اگر تو میخوای دختر خودت رو به من بدهی، به فرزند من بدهی، این اختیار رو دارید، اما من حاضر نیستم که دختر خودم را به ازدواج شما یا مثلا فرزند شما در بیارم. شاید در این صورت اصلا ازدواج صورت نگیرد. یعنی این ازدواج صحتش یا در واقع اتفاق افتادنش مشروط بر این است که از دو طرف باشد. اگر یک طرف تنازل بدهد یا قبول نکند، چه بسا کن طرف دیگر هم دخترش رو به ازدواج اون فرد در نیاورد. پس بنابراین این نکاح یک نکاح از نظر شرعی فاسدی هست و کسانی که چنین نکاحی رو انجام دادن این نکاح رو باید تجدید بکنند. اگر مشروط بوده بر این، جزء همین مفهوم نکاح شغار هست. اما اگر اتفاقی افتاده
به طور مثال امروزه اومدن فرض کنیم که یک جوانی خواهر یکی رو گرفته بود، بعد از چند مدتی برادر خانمش اومد به خواستگاری مثلا خواهر این خواهر در واقع و قبول کردن از نظر شرعی اشکال نداره. این نکاح شغار نیست. نکاح شغار اون است که در همون ابتدای نکاح خوندن و در واقع دامادی و نامزدی اینو مشروط بکنن، به شرطی ما قبول میکنیم فلان پسر را که دختر ما رو ازدواج بکند که شما هم یک دختر در واقع به ما بدهید. این میشود همون مفهوم شغار و چون این ازدواج از نظر شرعی فاسدی هست. جزاکم الله خیر. خواهری پرسیدن که روش نماز برای خانم ها آیا فرقی دارد با روش نماز آقایان و آیا همون روشی که در شبکه نشون دادن برای مردها و زنها یکی فرق نداره، میشه زنها استفاده بکنن؟ بله، من مفصلا قبلا این مطلب را توضیح دادم که از نظر روایاتی که در این زمینه وارد شده در مورد تفاوت نماز مرد و زن، ما روایت صحیحی را که بتوانیم بر مبنای اون نماز مرد و زن را با همدیگر متفاوت معرفی بکنیم چون این حدیث صحیحی وجود ندارد و تمامی این موارد در واقع نظر و دیدگاه فقها هست و مستند حدیثی که حدیث صحیح پشتوانش باشد در این زمینه وجود ندارد. پس بنابراین قول راجح در این زمینه این است که نماز مرد و زن از نظر ظاهری هیچ گونه تفاوتی رو ندارد. دقیقاً همان گونه که مردان نماز میخونند زنان هم باید به همون کیفیت نماز بخونند و تفاوتی در میان نمازشون وجود نداره. و روایاتی که در این زمینه اومده در سنن بیهقی و دیگران در واقع نقل کردن، من قبلا اینها رو مفصل توضیح دادم که این روایات در واقع صحت نداره و نمیتواند یک حکم شرعی و یک تفاوت در نماز رو ثابت بکنه. جزاکم الله خیر. در مورد نماز وتر بیننده بعدی سوال کردن که آیا میشه اون روشی که صحیح تر هست را انجام بدیم بدون در نظر گرفتن چیزای دیگه؟ بله قطعا این گونه هست. وقتی که ثابت شده و تمام علما اینو قبول کردن، محدثین و فقها اینو قبول دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم با این کیفیت نماز خونده، نماز روایت حضرت عایشه، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در مورد نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم، نماز وترشون رو که به صورت 3 رکعت با 1 سلام و 1 تحیات بوده یا با 2 سلام و 2 تحیات بوده، این ثابت هست. وقتی که این ثابت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن، از نظر شرعی ما میتوانیم که یعنی ما مکلف هستیم که بر طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع عمل بکنیم. هر موردی که به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر باشد ما مکلف هستیم که بر آن عمل بکنیم و این برای ما یک شریعت هست و حکم شرعی هست، اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی برای پرسیدن که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی است یا شرح قرآن؟ مواردی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان بیان حکم شرعی بیان کردند، یعنی حکم شرعی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند، تمام این موارد وحی هست. منتها ما 2 نوع وحی داریم، وحی مطلوع و وحی غیر مطلوع داریم. وحی مطلوع یعنی قرآن هست که تلاوت می شود، اون در واقع کلام الله متعال هست، یعنی تمام جملاتش و تعبیراتش از الله متعال هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم در آیات قرآن کریم هیچ گونه تغییری رو ندادند و هیچ گونه دخل و تصرفی رو ندارند و روایت بالمعنا نکردند. حکایت از کلام الله متعال نیست، بلکه دقیقاً کلام الله متعال هست. اما وحی غیر مطلوع یعنی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینها هم وحی هستند که الله متعال اینها را به رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی کرده و رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها را با تعبیر خودشون، با زبان خودشون اینها را برای مسلمانان در واقع بیان کردند. وحی مطلوع همان قرآن هست که دقیقاً کلام الله متعال هست و وحی غیر مطلوع که تلاوت نمی شود احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. اصل مطلب از الله متعال هست، حکم شرعی هست، از جانب الله متعال نازل شده، اما تعبیرش از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. جزاکم الله خیر. تفسیر کابلی که در خیلی مناطق خوانده میشه چگونه تفسیریه؟ تفسیر کابلی یعنی به صورت کلی یکی از تفاسیر در واقع
قابل اعتبار هست. یعنی به صورت کلی در تفسیر آیات وقتی که نگاه میکنیم یعنی معتبر هست این تفسیر، به استثنای مواردی که در باب اسماء و صفات اومده. در باب اسماء و صفات و تعبیلاتی که در مورد اسماء و صفات دارند، این موارد در واقع برخلاف عقیده جمهور اهل سنت و الجماعت هست و برگرفته از دیدگاه ماتوریدی هست. یعنی یک سری تعبیلاتی که در آیات قرآن انجام دادن، اما در خود تفسیر آیات و درباره شان نزول آیات و توضیح معنی آیه انشالله که تفسیر معتبری هست و اشکال شرعی نداره. فقط در مورد اسماء و صفات، آیاتی که در مورد اسماء و صفات الله متعال هستند، در این موارد باید بیشتر دقت بکنن. درست، جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که اگر یک ذکر را انجام بدیم مثل ذکر لا اله الا الله وحده لا شریک له الی آخر و ثواب آن را به مرده بدهیم، آیا ثوابش به مرده میرسه یا نه؟ در مورد اذکار یا عبادات دیگر ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین چیزی را تایید کرده باشند. از نظر شرعی ذکر خواندن برای مردگان، قرآن خواندن برای مردگان، نماز خواندن برای مردگان، این مواردی هست که یعنی ثابت نیست از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی که ابن آدم یعنی آدمیزاد فوت میکند، عملش قطع میشود مگر در 3 مورد. او ولد صالح یدعو له، این که فرزند صالحی برای پدر و مادرش دعا بکنند. در این روایت نیومده که قرآن بخواند یا اینکه نماز بخواند. نیابت در عبادات از نظر شرعی جایز نیست مگر در مواردی که ثابت شده باشد. یعنی نیابت در عبادات برخلاف اصل هست. اصل این است که هر انسانی خودش عبادتی رو انجام بدهد، مگر در صورتی که از نظر شرعی ثابت شده باشد که یک فردی نیابتاً میتواند برای فرد دیگری در واقع یک عبادتی رو انجام بدهد، مانند عبادت حج و عمره که ثابت شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایات متعددی این رو آوردن که انسان میتواند برای یک فردی که از دنیا رفته، چه وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد، میتواند که حج و عمره رو انجام بدهد. در مورد روزه اومده اگر کسی فوت بکند، از دنیا برود و برگردنش روزه قرضی باشد، قضایی داشته باشد، ولیش میتواند به جایش روزه بگیرد. اما در مورد نماز و در مورد قرائت قرآن و در مورد اذکار چنین چیزی وارد نشده. اولاتر این از به همان موردی که در شریعت وارد شده بر آن عمل بکنیم. یعنی دعا کردن برای مردگان اولاتر و بهتر هست از این که ما برایشون در واقع ذکر بخونیم. خیر. اگر کسی نیت حج بکنه بعد مریض شود و نتونه بره، در این حالت فوت بکنه، آیا اجر حج نصیبش میشه؟ از نظر شرعی رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک روایتی میفرمایند که هرگاه انسان مسلمان در واقع تصمیم بگیرد برای انجام یک کار خیر و عبادتی، الله متعال این خود تصمیمش را و ارادهش را یک نوع در واقع کار نیکی برای اون، یک حسنی برای اون ثبت میکند. یعنی هرگاه که انسان تصمیم بگیرد که کار خیری رو انجام بدهد، یک عبادتی رو انجام بگیرد، صرف همین نیت کردن و اراده کردن خودش یک عمل خیر هست که الله متعال ان شاء الله ثوابش رو به انسان‌های مسلمان میدهد. و اگر این عمل خیر رو انجام بدهد، یک عملی رو، یک حسنه رو الله متعال به 10 حسنه، به 700 برابر یا بیشتر از این در واقع قبول میکند. و اما در صورتی که تصمیم بگیرد به انجام یک کار گناه و بعداً پشیمان بشود، الله متعال نه تنها که این را گناه نمی نویسد، بلکه این رو یک ثواب هم می نویسد. تصمیم گرفته که گناهی رو انجام بدهد، دوباره پشیمان می شود و انجامش نمی دهد. خود انجام ندادن و عملی نکردن این تصمیم رو الله متعال یک عبادتی در واقع و یک حسنه حساب می کنند. خود این تصمیمی که ایشون داشتن برای حج، این خودش یک حسنه و یک امر نیکی هست، اما این حج در واقع همچنان بر عهده اون باقی هست و بعد از اون در واقع اولیایش و در واقع بازماندگانش می توانند که به جای اون انشالله حج رو انجام بدند. جزاکم الله خیر. آیا خون وضو رو باطل می کند یا نه؟ در این زمینه یعنی فقهای احناف به خاطر اینکه به صورت اجماعی که در این زمینه هست بنابر نجس بودن یا به تعبیر دیگر حرام بودن خون، معتقد بر این هستند که هر مورد نجسی که از بدن انسان من جمله خون وقتی که خارج بشود، این رو در واقع جز شکننده های وضو میدانند. منتها حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمینه ما میبینیم که مواردی هست که استثناء شدند.
مواردی هست که در این زمینه هم استثناء هستند. در تمامی حالات وقتی که در واقع خونی از بدن انسان خارج بشود، حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم وضو نمیشکند. به طور مثال اگر بدن انسان خراشی برداشت و این خون ظاهر شد در بدن و حرکت نکرد از اون جایش، فقط در همون محلی که خراش برداشته بود ظاهر شد و بر ظاهر پوست در واقع نرسیده بود، در این زمینه حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضو باطل نمی شود. بالفرض اون روایتی که از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه اومده که یک در واقع دانه بر روی دستشون بودن، جراحتی، این فشار دادن و خونی خارج شد و چرکی خارج شد و بعد از این رفتن نماز خوندن بدون اینکه وضو بگیرن. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بالفرض چیزی که به زور خارج بشود، وقتی که به زور خارج بشود، خود به خود خارج نشده، حتی در این مورد وضو نمیشکنه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. در صورتی که دندان یک انسانی خون بیاید و این خون آمیخته با آب دهان باشد و آب دهان غالب بر اون خون باشد، باز هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در واقع وضو نشکسته. این مواردی هست که خروج خون در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم جزو شکننده های وضو نیست. به طور مثال خونی زیر پوست در واقع مرده باشد و این پوست رو وقتی که خراش بدن این خون به صورت منجمد خارج بشود، باز هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در واقع وضو نشکسته. این موارد استثناهایی هست که حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استثنایی رو در این زمینه قائل شدند. اما در بقیه موارد در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند که خون جزء شکننده های وضو هست. اما در مذهب امام ابو حنیفه و امام شافعی رحمت الله علیه و احمد ابن حنبل بنابر روایاتی که در این زمینه وجود دارند در واقع خون شکننده وضو نیست. من جمله داستان 2 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که با نگهبانی میدادند و دشمن اومد و تیری رو انداخت و یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که در داخل نماز بود در واقع زخمی شد و قطعا تیری که در اون زمان اصابت میکرد و خون جاری میشد، ایشون نمازشون رو نشکستن تا اینکه در واقع احتمال داد که الان دیگه توان ایستادن رو ندارد. دوباره اون رفیق دیگرش رو که در واقع همسنگرش بود اون رو بیدار کرد و نماز خودش رو نشکست. اون صحابی گفت که چرا من رو خبر نکردی زودتر از این؟ گفت که من در یک سوره بودم داشتم قرائت میکردم، دلم نیومد که در واقع این سوره رو قطع بکنم. یا جریان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانی که ایشون در واقع ضربه خوردند در هنگام نماز، ایشون نمازشون رو قطع نکرد تا زمانی که در واقع افتادند و نتونستند که نماز خودشون رو در واقع ادامه بدن. یا حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید که و قول حسن بصری رحمت الله علیه است که میگه مازال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، که مسلمانان دائما در زخم‌های خودشون نماز میخوندن، یعنی در جنگ‌ها وقتی که میرفتن و قطعا زخمی میشدن با همون زخم‌های خودشون میرفتن و نماز میخوندن. بنابر این در واقع قول راجح در این زمینه به نظر بنده این است که در تمامی موارد خون شکننده وضو نیست. خون شکننده وضو نیست. حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این یک حکم کلی و 100% نیست، بلکه مواردی استثنایی هم در این زمینه وجود دارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا کسی میتونه برای شخصی که خودش زنده است در قید حیات به جای اون شخص حج بکنه یا نه؟ در این زمینه یعنی عرض کردم که نیابت در واقع جایز نیست و در یک موردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند که در حالت حج بودند که شنیدند که یکی از اصحاب یک اعرابی میگفت که لبیک عن شبرمه، لبیک عن شبرمه، یعنی وقتی که لبیک میگفتند و این احرام میبستند گفت که من میخوام برای شبرمه در واقع حج انجام بدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشون گفت که آیا برای خودت حج کردی یا نه؟ گفت که نه، من خودم حج نکردم، میخوام که برای شبرمه در واقع حج بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اول برای خودت حج بکن، بعد برای شبرمه حج بکن. این به صورت یک اصل هست. کسانی که خودشون حج رو انجام ندادند نمیتوانند برای کسی دیگری حج بکنند و حج اساساً نیابت جایز نیست. هر فردی که میتواند حج رو انجام بدهد اساساً خودش باید حج رو انجام بدهد، مگر در صورتی که انسان در واقع عاجز باشد.
مگر در صورتی که انسان عاجز باشد. به طور مثال یک فردی بیمار هست و این بیماریش مزمن هست، افتاده بر روی رخت و خواب، نمیتواند بلند بشود و امیدی برای بهبودی هم نیست. بله، برای چنین زنده‌ای می شود که کسی دیگر به نیابتاً و به وکالت از این برود برای حج. و اگر کسی فرض بکنیم که به هیچ عنوان نمیتواند که به سفر برود، یعنی به خاطر بیماری هایی که دارد نمیتواند که بر روی مرکب در واقع سوار بشود و امکان رفتنش به حج وجود ندارد، بنابر عذری کسی میتواند که نیابتاً از چنین فردی برود حجی رو انجام بدهد. اگر کسی فوت کرده، کسی دیگر میتواند که نیابتاً برایش حج برود. اما تا زمانی که کسی خودش زنده هست و صحیح و سالم هست، حج کردن از چنین فردی از نظر شرعی جایز نیست و خود اون فرد باید هر وقتی که الله متعال بهش قدرت داد و میسر شد باید به حج برود. جزاکم الله خیر. بیرانی بعدی سوال کردن که آیا یک شخص مسلمان، زن و مرد مسلمان، اجازه دارد از عطرای استفاده بکنه که در آن الکل استفاده شده؟ بله، از استفاده از الکل از نظر شرعی اشکال ندارد. یعنی می شود که به عنوان عطر استفاده بشود یا برای مواردی که ضد عفونی کننده باشه و نگهدارنده مواد غذایی باشه یا به عنوان موارد دیگر مصرف های پزشکی، در این موارد هیچ گونه اشکال ندارد. الکل را می توان که استفاده کرد. فقط اون چیزی که از نظر شرعی حرام هست به خاطر این که مست کننده هست و نشیه آور هست، خوردنش از نظر شرعی حکم همان شراب و خمر را دارد. فقط از نظر شرعی خوردنش جایز نیست، اما مصارف دیگرش از نظر شرعی جایز هستند و اشکالی وجود نداره. و استفاده از بعضی خوراکی هایی که مقداری از الکل در آن استفاده میشه، اگر این در واقع به عنوان یک سری یعنی استفاده از این الکل به عنوان یک مواد نگهدارنده هست که در واقع سبب می شود که این مواد غذایی در واقع زود خراب نشوند، تاریخ مصرفشون تا اون زمانی که تعیین شده در واقع باقی بمانند و خراب نشوند، این اشکال شرعی ندارد و جایز هست. و این یک مطلب دیگر در صورتی که یک مواد حرام استحاله شده باشد، یعنی از اون حالت اصلی خودش در واقع تغییر پیدا کرده باشد و اون تأثیرات اصلیش رو نداشته باشد، این استحاله هست. یعنی تغییر حالت از ماده اصلی به یک ماده دیگری باشد، باز هم در این صورت استفاده از اون در واقع از نظر شرعی اشکال ندارد. اگر به عنوان یک مواد نگهدارنده در غذا استفاده می شود و درصدش کم هست و نشیه آور نیست، در این صورت استفاده کردن از اون اشکال شرعی ندارد. اما اگر عمدن به عنوان یکی از مواد اصلی و یکی از ترکیبات اصلی یک غذا هست یا یک ترکیبات اصلی یک نوشنده هست و به عنوان یکی از مسکرات استفاده می شود، در این صورت استفاده کردن از اون حرام هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن این حرف، این سخن که گفته شده از کسی که ازدواج بکند نصف دینش کامل می شود، آیا این حدیث است یا جمله شخص؟ بله، در این زمینه روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه هست، در سنن بیهقی هست که میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دینی فلیتق الله فی النصف الباقی. وقتی که انسان ازدواج کرد نصف دینش در واقع کامل شده، در باقی مانده و نصف دیگرش از الله متعال در واقع بترسد و مراقبت بکند. این به تعبیر دیگری هم اومده از حضرت انس رضی الله تعالی عنه: من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینه فلیتق الله فی النصف الباقی. که هر کسی رو که الله متعال یک زن صالحه و همسر صالحی به اون بدهد، در واقع الله متعال اون رو یاری کرده در نصف دینش، پس بنابراین نصف دیگرش رو باید خودش مراقب باشد. این روایت از نظر محدثین دیدگاهشون متفاوت هست. علامه ابن جوزی و علامه عراقی رحمت الله علیهما معتقد هستند که این روایت ضعیفی هست. این روایت رو روایت ضعیفی میدونن، اما شیخ البانی رحمت الله علیه این روایت رو گفته که روایت حسنی هست. این روایت رو گفته که روایت حسنی هست و مورد قبول هست. و علت این که در واقع در این روایت تعبیر شده به این که هر کسی که ازدواج بکند نصف دین خودش رو در واقع کامل کرده، نصف باقی ماندهش رو در واقع خودش مراقبت بکند و مواظب باشد، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره که بیشترین گناهی رو که انسان انجام میدهد و اساس اینها یا شهوت بطن یا شهوت فرجه.
یعنی اون چیزهایی هست که به عنوان خوراکی خورده می شود، یعنی این غریزه که به عنوان غذا و با خوردن غذا اشباع می شود، یا غریزه جنسی که در واقع با همبستری اشباع می شود. و اساس گناهان در واقع در این دو مورد هست. کسی رو که ازدواج کرده یعنی این که کنترل شهوتش و پاکدامنی برای اون بسیار میسر شده و در واقع نیازی برای این که دنبال حرام برود در واقع ندارد. پس بنابراین نصف دینش رو در واقع کامل کرده، در موارد دیگر در واقع خودش باید مراقبت بکنه. یا بنابر تعبیر دیگری که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که فرمودند که هر کسی که زبانش رو و فرجش رو تضمین بکند من بهش رو برای اون تضمین میکنم. خب وقتی که کسی یعنی ازدواج کرده باشد بدین معنی هست که الله متعال به اون را در واقع موفق گردانیده تا اینکه پاکدامن باشد و شرمگاهش را حفاظت بکند. پس بنابراین نصف دین را یا نصف مواردی را که در واقع منجر به گناه میشد و وسوسه ایجاد میشد برای انسان که دنبال گناه برود، حداقل این باب برای اون در واقع بسته شده. و همون گونه که عرض کردم این روایت بنابر دیدگاه شیخ البانی رحمت الله علیه یکی از روایات حسن هست، یعنی درجهش از یک روایت صحیح پایینتر هست و از روایت ضعیف بالاتر هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که تحیت المسجد و تحیه وضو یا سنت وضو آیا واجب است یا سنت است؟ چه حکمی داره؟ گرچه برخی از علما به خاطر روایاتی که خصوصا در مورد تحیت المسجد اومده، روایت حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه است و روایت هم متفق علیه هست در صحیح بخاری و مسلم هست و بسیاری از علما معتقد بر این هستند که تحیت المسجد واجب هست یا حداقل به وجوب نزدیکتر هست. یعنی با توجه به تعبیری که رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند این قول به وجوبش هم یک قول در واقع موجهی هست، یعنی قول قوی هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع حتی یصلی رکعتین. روایت بخاری و مسلم هست از ابو قتاده هرگاه که یکی از شما وارد مسجد شد اجازه ندارد فلا یجلس ننشیند حتی یصلی رکعتین تا اینکه دو تا رکعت در واقع دو رکعت بخواند. و در این زمینه روایات متعددی رو داریم. در مورد داستان سلیک قطوانی اومده که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت خطبه بودن، در هنگام خطبه نفل خوندن جایز نیست، نماز خوندن جایز نیست، اما وقتی که سلیک قطوانی وارد شد رسول الله صلی الله علیه و سلم به اون فرمود که بلند بشو و نماز بخوان. و در اون روایت اومده که اذا احدکم المسجد والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیهما. وقتی که شما وقتی داخل مسجد اومدید که امام بر روی منبر بود خطبه میخوند، دو رکعت خیلی خفیف و سبک بخواند، یعنی دا این اندازه در واقع تاکید شده. بنابراین در واقع برخی از علما خصوصا یعنی ظاهری ها معتقد بر این هستند که این در واقع واجب هست و بسیاری از علما هم یعنی قرینه وجوبش رو خیلی قوی میدونن، زیرا که هم در مورد خطبه در هنگام خطبه رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور به این تحیت المسجد دادن و هم اینو به صورت تاکید گفتند اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس، ننشیند حتی یصلی رکعتین. اما جمهور علما معتقد به این هستند که امام نووی رحمت الله علیه استحبابش رو نقل کرده که جمهور علما اجماع دارند بر این که نماز تحیت المسجد جز نمازهای مستحب هست. ما میتونیم بگیم که این در واقع جز نمازهای سنت مؤکده هست به خاطر تاکیدی که در این زمینه آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم و تاکید کردن جز نمازهای سنت مؤکده هست. و همچنین حکم نماز تحیت الوضو را روایت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه است که وقتی که کسی یعنی و حتی داستان حضرت بلال رضی الله تعالی عنه که در داستان حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند من وارد بهشت شدم و صدای پای بلال رو شنیدند و سوال کرد از بلال که چه کاری رو انجام میدهید؟ گفت که من کار به خصوصی رو انجام نمیدهم بجز این که هر وقت وضو میگیرم دو رکعت نماز تحیت الوضو را میخونم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این مورد هست. و در روایت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که هر کسی که وضو بگیرد و وضویش را در واقع کامل بکند و بعد از وضو دو رکعت نماز بخواند که لا یحدث فیهما نفسه، که در اونها یعنی حضور قلب داشته باشد، این رو الله متعال کفاره گناهان گذشتهش در واقع قرار میدهد. این دو تا نماز جز نمازهای ذوات الاسبابند، نمازهایی که یک سبب مشخصی دارند. ما نماز مطلق داریم و نمازی داریم که سبب مشخصی رو دارند. نماز مطلق یعنی نماز نفلی
نماز نفل مطلقی که هیچ گونه سببی رو نداره، یعنی علت نماز خواندن، یعنی نماز نفل خوندن علت خاصی رو نداره، این بستگی به خود خاص انسان داره. هر وقتی که دلش بخواهد میتواند که بلند بشود نماز بخواند بدون هیچ گونه دلیل و بدون هیچ گونه سببی. اما نماز تحیت المسجد یا تحیت الوضو سبب داره. سبب تحیت الوضو وضو گرفتن هست. بعد از وضو انسان نماز تحیت الوضو رو میخواند و سبب نماز تحیت المسجد ورود به مسجد است. این نمازها از نظر شرعی در واقع گفته می شود که سنت های ذوات الاسباب هستند و سنت های ذوات الاسباب را بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب از نظر شرعی می توانیم که چنین نمازی رو در واقع بخونیم. اما در صورتی که نفل مطلق بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب یا بعد از عصر تا غروب از نظر شرعی نفل مطلق جایز نیست. اما این نمازها چون که نمازهای ذوات الاسبابی هستند خوندنشون اشکال شرعی نداره و جایز است. تشکر میکنم از شما. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان را زیرنویس بکنه تا بینندگان تماس بگیرم و چند تا سوال دیگه هم بگیریم و فقط خواهش میکنم بینندگان عزیز که سوالها را آماده بکنن بعد تماس بگیرن. بیننده بعدی پرسیدن که دعای دست جمعی بعد از نماز چه حکمی دارد؟ دعای دست جمعی به صورت این که امام دعا بکند و بقیه مردم آمین بگویند از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. دعا کردن جایز هست، یعنی بینندگان عزیز این دو قضیه رو با همدیگر یعنی نباید این خلط بشوند، از همدیگر جدا بشوند. دعا کردن بعد از نماز جایز هست، یعنی هر کسی بعد از هر نمازی که خوان و اگر دلش خواست میتواند که بعد از نماز در واقع یعنی دعا بکند، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. هر کسی که بعد از نماز دعا بکند هیچ گونه اشکال ندارد و دعا کردن جایز هست. بحث ما روی دعای دست جمعی هست. دعا یک نوع عبادت هست. دعا یک نوع عبادت هست. کیفیت انجام عبادت از نظر شرعی و دیدگاه تمام اهل سنت و الجماعت این توقیفی هست، یعنی این که صرفاً باید از جانب الله متعال بیان بشود، از جانب شارع بیان بشود که این عبادت را ما در کجا و با چه کیفیتی انجام بدهیم. عباداتی رو که در شریعت اسلامی کیفیتی برایشون تعیین نشده یا اینکه زمان مشخصی برایشون تعیین نشده، ما از نظر شرعی هیچ عالمی و هیچ امامی نمیتواند که زمان و مکانی را یا کیفیتی رو برای اونها تعیین بکند، چون این اجازه کسی را ندارد، زیرا غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ما مشرعی را نداریم. نماز جماعت را رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی 5 مرتبه انجام میدادند، با جماعت در واقع نماز میخوندند. اما در طول این سالیانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از هجرت 10 سال کامل نماز با جماعت میخوندند، در سفر و حضر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با ایشان همراه بودند، در هیچ جایی ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای دست جمعی بعد از نماز خونده باشند. بعد از نماز دعای دست جمعی از رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست. اگر یک فردی خودش نشسته اذکار را خوند، اوراد بعد از نماز را خوند و نهایتا دلش خواست دستها را بلند کرد و بعد از نماز دعا کرد، هیچ گونه اشکال نداره، کسی هم حق ندارد که ممانعت بکند. اما به صورت دست جمعی چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. بلکه جالب هست که حتی در مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نیاز به دعای شدید داشتند، حتی در مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نیاز به دعای شدید داشتند و دعا می‌کردند، باز هم بعد از نماز به صورت دست جمعی دعا نمی‌کردند. قنوت نازله یکی از مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا می‌کردند در نماز. قنوت نازله یعنی این که به خاطر اتفاق، به خاطر مصیبتی که بر مسلمانان وارد شده، احیانا رسول الله صلی الله علیه و سلم قنوت نازله می‌خوندند، مانند زمانی که در واقع 70 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و قاریان در واقع کشته شدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای بد می‌کردند بر رعل و ذکوان. اما این دعا را رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل نماز انجام دادند، بعد از نماز دعای دست جمعی نکردند، در صورتی که یکی از مواردی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌خواستند که دعا بکنند. اگر واقعا دعای دست جمعی بعد از نماز یعنی در واقع جایز می بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم اولاتر بود. در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی و بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این دعایی رو در واقع انجام میدادند و اما متاسفانه
ما میبینیم که چنین دعایی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست که به صورت دست جمعی در واقع دعا خونده باشند. پس بنابراین و علمای احناف که در این زمینه واقعا پیشتاز هستند اینو تصریح کردن در کتابهایشون که التزام داشتن این موارد، لازم گردانیدن این مورد جز مواردی هست که این رو در وارد یعنی دایره بدعت میکند. یعنی این که مردم حتما بفهمند که دعا کردن جز آداب نماز هست، جز احکام نماز هست و مردم متفرق نمیشوند بعد از نماز مگر این که امام دعا بکند و مجبور هست امام که دعای دست جمعی بکند. اگر به این اندازه التزام داشته باشند این دعای دست جمعی در واقع جز موارد بدعت شمرده می شود و از نظر شرعی جایز نیست. اما به صورت اتفاقی اگر امام خواسته باشد به خاطر اینکه بالفرض یک فردی فوت کرده باشد، یک فردی بیاد که برای فلان میت دعا بکنید، هیچ اشکال نداره که به صورت اتفاقی دستها رو بلند بکنن دعای دست جمعی بکنن، هیچ گونه اشکالی وجود نداره. اتفاقی افتاده باشه برای مسلمانان مصیبتی وارد شده باشد، هیچ اشکالی ندارد که به صورت دست جمعی ولی اینکه بعد از نماز باشد برای یک بار دعا بکنن، چون این چیز اشکال نداره. اما این که اینو جزء آداب یا جزء مسائل نماز بدونند و هر روز بعد از هر نماز همیشه دعا بکنند، اگر یک روزی دعا نکرد مردم ناراحت بشوند که چرا امام دعا نکرد، این از رسول الله ثابت نیست و این گونه معتقد بودن جزء بدعت ها هست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان وصله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید، در خدمت شما هستیم. و علیکم السلام، بفرمایید. پیشتر با تماس شده بودم سوال که درباره عج گفتم، جواب درست گرفته نتونستم، از اون خاطر دوباره مزاحمتتان کردم. بله. سوال من این بود که کسی که به حج عمره اونجا رفته و حج عمره خود تکمیل کرده، بعد از اون میتونه که به یک شخص دیگه یا پدر مادر خود هر کی باشه فرق نمیکنه بر از او یک عمره کنه که هنوز اونا در قید حیات باشن و سرزستپای باشن، یعنی خودشون رفتن میتونن. درست. حج عمره سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. میتونم سوال شرعی از جناب مولانا قدوسی بفرمایید سوالتون. قربان، به صورت شخصی است که حقوق بگیره، یعنی حقوق میگیره منتها به صورت درآمدش هم بد نیست، ولی خب مثلا الان 10,000 درهم پسنداز اگر داشته باشه درهم امارات آیا زکات داره یا نه؟ میخواستم از جناب مولانا اینو تماسشون قطع شد. تماس بعدی رو بگیرین. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم خدمتتون. سوال اولتون؟ یه سوالی که در نزد ما اهل سنت درجه حضرت فاطمه بالاتره یا درجه حضرت عایشه؟ بعد مفهوم سوال. سوال بعدی؟ سوال بعدی که وسایل اقتصادی مثلا وسایل خونه و کسبیدگی نیست، یک که دستی میکشن توش، این حروم یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ وسایل اقتصادی که میگیرن وسایل منزل. دست شما رو بفرمایید. سلام باشید. تشکر میکنم بیننده گرامی. سوال بعد تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. الو سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. من دو تا سوال داشتم خدمتتون. یکیش این که در خیلی از آیات قرآن اومده که خداوند بزرگ میفرمایند که جدا از آیات قدسی که میفرمایند من به طور مستقیم، در خیلی از آیات هستش که میگن ما اینو آفریدیم. برای مثال میخواستم بدونم که منظور از ما چه کسانی غیر از خداوند متعال، چه کسایی دیگه ای هستن؟ سوال بعدی؟ و چرا لفظ ما رو به کار میبرن؟ درست. و اینکه سال بعدی اگه خانومی دارایی برای مثال طلا یا پولی داشته باشه و به شوهرش بگه که اگه من مردم این طلا رو به کس دیگه ای بدین، یا اینکه مثلا این پول رو به کس دیگه ای بدین، آیا
دارای زن برای شوهرش باید باشه، یا اینکه اگه مثلا زن بگه که اینو بدیم به کس دیگه ای باید حتما این کارو بکنه یا نه؟ درست. سوال دیگه ندارین؟ نه ممنونم، سلامت متشکر، باشین. خداحافظ شما. سلامت باشین، تشکر میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. بفرمایید سوالتون. این که این صحت داره که مثلا روز جمعه دستم ببخشید صداتون پایینه، متوجه نمیشم. یکم بلندتر صحبت کنید. میگم حدیثی در مورد این که بهترین غذا روز جمعه درست کنم و بچه رو دعوت کنم مثلا بدم، این حدیث صحت داره. سوال بعدی؟ بعدی که دیگه سوال این که این صدر بلوچی که صحت داره، حدیثی هست که هم به خدا امت المؤمنین اینجا صدر میکردن یا نه؟ ببخشید صدا متوجه سوال نشدم. میگن این صدر حجاب بلوچی، حجاب؟ بچه ها را زنان رو میگیرن تو خونه حجاب میکنن. حجاب برای دخترای این در سن؟ آره تو حجاب صدر میکنن، میپوشن رو تصویرشون، از خونه نرن بیرون. این صحت داره، حدیثی هست در مورد این؟ مولای شما متوجه شدین؟ توضیح میدم انشالله. تشکر میکنم از شما. آخرین تماس رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب مولانا دیقان و برادر عباسی عزیز. سلام و رحمت الله و برکاته. من دو سه تا سوال داشتم اگه لطف کنید که جواب بدید کامل. بفرمایید سوالتون. خدمت شما شد که اول اینکه مرده، من چون دو سه بار از شبکه‌های توحیدی شنیدم که مرده صدای انسان را نمی‌فهمد. بعد پس سلام دادن به اهل قبور چه معنی داره و قرآن خواندن و بخشیدن ثوابش برای مرده چه تأثیری داره؟ قرآن برای مرده. بعد سوال دوم که گوسفندی که ذبح می‌کنیم اگه گوسفند مرده باشه و جنینی تو شکمش باشه، آیا او جنین داخل شکمش حلاله یا حرامه؟ یعنی خود گوسفند مرده باشه یا ذبح شده؟ نه، گوسفندی که ذبح می‌کنیم، مثلا ذبحش می‌کنیم، اگه حامله بود جنین بود تو شکمش، او جنین داخل شکمش حلاله یا حرامه؟ درست. سوال آخریتون؟ بعد سوال سوم این که اگه کسی در حالت موت بود و کسی رسد شد که نشنید که اشعار شوریه، آیا این نشانه ایمان داشتن از دنیا هست یا نه؟ درست. تشکر میکنم از شما. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم. در اینجا با یک میان برنامه کوتاه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. الله اشهد ان علی عبدالله. الله اکبر، الله اکبر. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، بیشک برخی از گمانها گناه است. و در امور دیگران تجسس نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهش را بخورد؟ به یقین از این کار نفرت دارید و تقوای الله پیشه کنید. به یقین الله توبه پذیر مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي
يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که در نماز صبح قبل از اینکه نماز اقامه بشه سنت میخونن، ولی بعضی موقع بعضی هستن که وقتی حتی نماز اقامه شده و امام مشغول به نماز شد بازم میرن سراغ سنت خوندن. آیا این کار درسته یا نه؟ در مورد این که وقتی که نماز فرض شروع شده آیا انسان میتواند که نماز نفلی یا سنتی را بخواند؟ در این زمینه روایت صحیح و صریحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. در صحیح مسلم روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که ایشان میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. صریح است این روایت. هر وقت که نماز اقامه شد، نماز فرض شروع شد، نماز دیگری نیست به جز نماز فرض. یعنی در هنگام نماز فرض انسان اجازه ندارد که نماز دیگری را در واقع بخواند. این روایت در صحیح مسلم هست و سنن اربعه ترمذی و نسائی و ابن ماجه همه این و ابو داود این روایت را در واقع ذکر کردند و روایت صحیح است. و این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم معنیش یک معنی واضحی است. یعنی در زمانی که یعنی نماز جماعت و نماز فرض اقامه شده، نماز دیگری غیر از نماز فرض درست نیست. بنابراین در زمانی که نماز فرض شروع شد تفاوتی نداره که در نماز در واقع عشا باشه یا نماز ظهر باشد یا نماز فرض کنیم که فجر باشد. از نظر شرعی وقتی که نماز جماعت شروع شد ما اجازه نداریم که نماز نفلی را شروع بکنیم. خودمان جداگانه در همون مسجد یک گوشه نشستیم و در واقع داریم نماز سنت میخونیم، چون این چیزی به تصریح حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز نیست. منتها برخی از فقهای احناف در این زمینه گفتند که در صورتی که این فرد میداند که به نماز جماعت میرسد، در صورتی که میداند که به نماز جماعت میرسد یک گوشه نماز سنت را بخواند، یعنی عجله این نماز سنت را بخواند تا اینکه به نماز فرض برسد. و در صورتی که منجر میشود به فوت فرض به اتفاق تمام فقها حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چون این چیزی جایز نیست که ما نماز سنت را بخونیم. این ثابت شده از برخی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند انس یا حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که به مسجد اگر می اومدن نماز شروع میشد بیرون از مسجد یک جای نماز سنت را میخوندن، اما در داخل مسجد به هیچ عنوان این ثابت نشده از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در کنار نماز فرض که نماز فرض شروع شده باشه نماز سنت هم خونده باشند. اولاتر این است که از این مورد پرهیز بکنند و در بعد از شروع شدن نماز در واقع جماعت و نماز فرض نماز سنتی رو نخونند. اگر تازه هم شروع کردن، یک فردی تکبیر گفته نمازش رو شروع کرده، نماز سنت رو و نماز فرض شروع شد، نماز سنت رو در واقع سلام بدهد، بشکند و برود با نماز جماعت شریک بشود. درست. جزاکم الله خیر. ذکر به صورت جهری بهتر یا به صورت خفیه و سری؟ ذکر دست جمعی و به صورت با صدای بلند و جهری این از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ عنوان ثابت نیست و ثابت نشده که ایشان جمع شده باشند ذکر جهری رو در واقع خونده باشند و حتی در این موارد نهی هم شده. در روایتی از حضرت عبدالله بن مسعود هست که ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه به ایشان خبر داد که گروهی در مسجد رفتند و نشستند و به صورت جهری ذکر میکنند و بین گونه بود که یک فردی بالای سرشون ایستاده بود و میگفت که یلا الان بگویید 100 بار بگویید لا اله الا الله. اونا میگفتند 100 بار بگویید سبحان الله یا الحمدلله الله اکبر. و حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه قبل از نماز فجر بود، رفتند خونه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، گفتند که ما امروز یک چیز عجیبی در مسجد دیدیم، یعنی این که قبلا در مسجد و در محضر رسول الله یا در دوران خلفای راشدین چنین چیزی نبوده. و گفتند که چی دیدید؟ گفتم من گروهی رو دیدم این گونه نشستن ذکر جهری میکردن. و عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه اومدند و بر بالای سرشون که گفتن شما چیکار میکنید؟ گفتن ما داریم ذکر میکنیم. گفتند که به خدا قسم یا شما باب ضلالتی رو باز کردید یا اینکه شما از پیامبر الله هم بیشتر میفهمید.
رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی رو برای ما تدوین نکردن، مشروع قرار ندادن و شما باز کننده باب ضلالت هستید، یعنی آغازگر یک فتنه و یک در واقع بدعت هستید. و ایشان فرمودند که شما بروید گناهان خودتان را بشمارید، من به شما تضمین بدهم که نیکی‌های شما در واقع گم نشوند. از بنابراین ذکر جهری و دست جمعی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمل صحابه ثابت نیست و بدعت هست. جزاکم الله خیر. آیا میتونیم بگیم شخصی از روی نظر و حسد فوت کرده و به این شخص میشه گفت شهید؟ در واقع این امکان پذیر هست که یک شخصی به خاطر نظر در واقع هم فوت بکند و به صورت کلی مرگی که مرگ فجاعه باشه، مرگ در واقع که بدون مقدمه اومده باشه، یک باره انسان در واقع فوت کرده باشد، این از نظر حدیثی با توجه به روایات و احکام فقهی که در این زمینه وجود دارد، این بر مرگ طبیعی در واقع یک نوع فضیلت و ثواب بیشتری را دارد. جزاکم الله خیر. فاصله دادن میان ابرو آیا گناه داره؟ اشکالی ندارد. وسط ابرو که اگر ابروها به هم دیگر چسبیده باشند، این در میان دو ابرو جز ابرو حساب نمی شود. ابرو فقط به مویی گفته می شود که بالای چشم در واقع می روید و وسط دو ابرو از نظر شرعی اشکال ندارد که بهشون فاصله بیاندازیم. این اگر کسی ابروهاش به هم دیگر چسبیده، اهم از این که مرد باشد یا زن اشکال نداره، می تواند که وسط ابروهایش رو در واقع بگیرد و فاصله بیاندازد. جزاکم الله خیر. در قرآن سجده تلاوت آمده است، اگر انجام ندهیم گناه داریم یا نه و اگر بخوایم انجام بدهیم دعایش و روشش چطوریه؟ از دیدگاه جمهور اهل سنت و الجماعت، سنت هایی که در واقع به عنوان سنت در سجده هایی که هستند در قرآن کریم، سجده تلاوت، اینها جز سنت هستند. نظر جمهور اهل سنت و الجماعت این است که سنت هستند. اگر کسی انجام بدهد خب یک عبادت رو انجام داده و ثواب بیشتری رو میبرد و اگر کسی انجام نداد هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و گناهکار نمیشود. و دعایش هم همین دعای معروف هست، سبحان ربی الاعلی، این رو بگوید، این نظر شرعی اشکال ندارد و درسته. یا اینکه بگوید سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، این دعا هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. جزاکم الله خیر. آیا شخص اجازه داره که نماز عشا رو تأخیر بندازه تا ساعت 12 شب و تا چه ساعتی جایز است تأخیر؟ اولاتر این است که انسان نماز رو با جماعت بخواند و کسانی که نماز رو با جماعت میخوانند اولاتر این است که در مسجد بروند نماز رو با جماعت بخوانند و نماز با جماعت در واقع ثوابش 25 یا 27 بار بیشتر از نمازی هست که انسان در منزل یا در جای دیگری میخواند. اولاتر و بهتر بلکه واجب این است که انسان مسلمان اگر نماز جماعت برگزار می شود در داخل منزل یا در مسجد باید برود نماز را با جماعت بخواند. اما اگر کسی به صورت فرادا تنها در واقع نماز خواندند اشکال ندارد که نماز را به تأخیر بیاندازد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لولا انا اشق علی امتی لامرتم ان یؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه یا الى نصف الليل او ثلثه، که اگر سخت نمیشد بر امت من دستور میدادم که نماز عشاء را تأخیر بکنند تا 1/3 شب یا نصف شب، یعنی نصف اللیل شرعی نماز را به تأخیر انداختن از نظر شرعی اشکال نداره در صورتی که انسان به صورت فرادا میخواند. اما به بهانه این که ثواب نماز بیشتر باشد جماعت رو نمیتواند که ترک بکند، بلکه نماز خوندن با جماعت ثوابش بیشتر از در واقع نماز به صورت فرادا هست. اگر تأخیر بیاندازد تا 1/3 شب یا تا نصف شب از نظر شرعی اشکال ندارد بلکه اولاتر و بهتر هم هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که کسی که به حج رفته آیا میتونه برای کسی که زنده هست عمره بکنه؟ بله، سوال ایشون در مورد تکرار عمره بود در یک سفر. کسی که رفته برای حج یا برای عمره از نظر شرعی تکرار عمره ثابت نیست. تکرار کردن عمره در یک سفر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. حتی در زمانی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و نتونستند که عمره را انجام بدن، ناراحت بودند و گفتند یا رسول الله شما حج و عمره را انجام دادید، من فقط حج را انجام دادم. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه را با برادرش حضرت عبدالرحمن فرستادند که بروند از مسجد عایشه از تنعیم در واقع احرام ببندند. عبدالرحمن ابن ابی بکر با این که خارج از حدود حرم رفته بود اما باز هم احرام برای عمره مجدد نبست و هیچ کسی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع که همراه رسول الله بودند عمره مجددی رو انجام ندادند. جایز نیست که این عمره مجدد انجام بگیرد و همچنین عمره کردن برای شخص زنده هم جایز نیست.
ولی اینکه برای خودش هم حج و عمره انجام داده باشد نمیتواند، جایز نیست که برای یک فردی که زنده هست حج و عمره انجام بدهد و بهتر است که برای کسانی که دوستشان داریم، برای عزیزان خودمون دعا بکنیم، این اولاتر و بهتره. تشکر میکنم از شما. کسی که شخص حقوق بگیره و درآمدش بد نیست ولی پسنداز نداره، آیا زکات باید بده؟ ایشون گفتند که حدود 10,000 درهم در واقع پسنداز کردند و دارند. این 10,000 درهم به نظر من در حد، با توجه به قیمت طلا امروزی، جز به حد نصاب نرسیده. حد نصاب حداقل باید این پول شما، یعنی تقریبا 12,000 درهم میشه یا چیزی شاید هم بالاتر از این باشه. معیار قیمت 85 گرم طلای 24 عیار هست. شما سوال بکنید در امارات ببینید که قیمت طلا چه اندازه هست، 85 گرم طلا رو محاسبه بکنید. اگر یعنی 10,000 درهم مساوی هست یا بیشتر هست از قیمت 85 گرم طلای 24 عیار، در اون صورت، در صورتی که یک سال کامل بر آن گذشته باشد، زکات دارد. اما با توجه به قیمت فعلی من فکر نمی کنم که 10,000 درهم در واقع مشمول زکات بشود. تشکر میکنم از شما. در نزد ما اهل سنت فضیلت حضرت عایشه رضی الله عنها بالاتر است یا حضرت فاطمه؟ با توجه به روایتی که در صحیح بخاری و مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که از مردان زیادی کامل شدند، به درجه کمال رسیدند، اما از میان زنها کسی کامل نشده به جز آسیه همسر فرعون و مریم و حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. و بعد از این رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که فضل عایشه علی النساء کفضل الثرید علی سایر الطعام. برتری عایشه بر بقیه زنان مانند برتری غذای ترید هست در میان اعراب که بر بقیه غذاها در واقع برتری دارد. بنابر این روایت به درجه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و با توجه هم به آیات قرآن که الله متعال در واقع زنان پیامبران را اشاره کرده که شما مانند تمام بقیه زنها نیستید، درجه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بالاتر است، گرچه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مقام خیلی بالایی دارند، سیدة النساء اهل الجنه هم هستند. جزاکم الله خیر. وسایلی که به صورت اقساطی وسایل منزل میخرن آیا حرام است یا حرام؟ خرید وسایل اقساطی از نظر شرعی اشکال ندارد، به شرط این که در واقع مشخص شده باشد که این قیمت اقساطی هست، این معامله اقساطی باشد. این گونه نباشد که شرط بگذارند اگر نقد دادی این قیمت هست و اگر نسیه دادی این قیمت. مشخص شده باشد که معامله نقدی هست یا قسطی هست. وقتی قسطی خریدید، این اصل معامله قسطی هست، ان شاء الله اشکال نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر. در قرآن خطاب خداوند برای خود، یعنی از طرف خودش در بعضی جا به جای ما آمده است. منظور از ما چه کسانی است؟ در هر جایی که الله متعال بحث الوهیت خودش را مطرح کرده در قرآن کریم، بحث انا را آورده، یعنی به صورت مفرد ذکر کرده، اننی انا الله من هستم، یا آیات متعددی که در این زمینه آمده. و در جاهایی که الله متعال کارهایی رو که انجام داده به همکاری فرشتگان بوده، یک کاری رو که الله متعال رو محول کرده باشه بر فرشتگان، اون رو الله متعال به صورت در واقع به صورت جمع استفاده کرده که انا نحن نزلنا الذکر، که ما ذکر را نازل کردیم، چون که قرآن توسط حضرت جبرئیل علیه السلام در واقع نازل شده. هر جایی که الله متعال کاری رو که به خودش به صورت جمع نسبت داده، یعنی این که این کار توسط فرشتگان انجام گرفته. اما در جاهایی که الله متعال ربوبیت الوهیت خودش را ذکر کرده و معبود بودن خودش را ذکر کرده، به صورت لفظ مفرد و ضمیر مفرد استفاده کرده. جزاکم الله خیر. اگر خانمی اینطوری وصیت بکنه یا به شوهرش بگه که وقتی که مردم طلا و پولهایی که دارم رو به کسان دیگه بده یا صدقه بده، این اولاتره یا اینکه مالی که داره به شوهرش بده؟ شوهر و در واقع همسر، زن و شوهر از همدیگر ارث میبرند، جز کسانی هستند که از همدیگر در واقع ارث میبرند و سهمیه رو الله متعال برای هر فردی کاملا مشخص کرده. همسر یعنی سهمیه زن هم مشخص است و سهمیه شوهر هم مشخص است و از نظر شرعی وصیت کردن بیشتر از 1/3 مال جایز نیست. یعنی هر کسی اجازه دارد که وصیت بکند که 1/3 مالش را در واقع به هر کسی که میخواهد وصیت بکند که بعد از مرگ من 1/3
نصف مال مرا به فلانی بدهید، اما کل مال را نمیتواند که وصیت بکند. بقیه باقی مانده مال حق وارثان هست که یکی از وارثان شوهر هست، یه فرزندانی هستند اگر داشته باشه، پدر و مادری هست که در واقع داشته باشه، اینها جزء وارثان هستند. کل مال را وصیت کردن از نظر شرعی درست نیست، فقط میتواند که 1/3 مالش را وصیت بکند یا اینکه در زمان حیات خودشون را صدقه بکند جایز هست. جزاکم الله خیر. آیا حدیث در مورد غذا دادن به مردم در روز جمعه آمده یا نه؟ نه، چون این چیزی که به عنوان یک رسم و عادت باشه، چون این چیزی و فضیلتی در واقع وارد نشده و ثابت نیست از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. درست. در مورد حجاب و گرفتن مراسم برای دخترها که حجاب بکنن آیا چیزی هست؟ خود حجاب یک حکم شرعی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت اسما فرمودن وقتی که زن بالغ بشود، یعنی به سن بلوغ و سن حیض برسد، جایز نیست که بدنش در واقع نمایان بشود، باید بدنش رو در واقع کاملا بپوشاند و با توجه به آیاتی که در این زمینه وجود دارد و روایاتی که هستند، حکم حجاب یعنی پوشیدن محاسن در واقع بدن یکی از احکامی هست که متفق علیه هست در میان 4 مذهب اهل سنت و الجماعت. تشکر میکنم از شما. وقتی که مرده صدای انسان رو نمیشنود، سلام بر اهل قبور چه معنایی دارد و خواندن قرآن بر مرده چه فایده دارد؟ اصل بر این است که مردگان نمیشنوند. اصل در مردگان این است که در واقع نمیشنوند. حتی انسانی که زنده هست و خواب هست در واقع نمیشنود و در روایت اومده که النوم اخو الموت، که خواب در واقع برادر مرگ هست. این زمان یعنی مقایسه در مقابل خواب و مرگ هست. زمانی که انسان خوابیده نمیشنود، در زمانی که مرده با توجه به تصریح آیات قرآن و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، اصل بر این است که مردگان در واقع نمیشنوند مگر در مواردی که ثابت شده باشد. مگر در مواردی که ثابت شده باشد. یکی از موارد همین موارد سلام دادن هست که سلام را میشنوند، مردگان سلام را میشنوند. این یک مسئله دیگر این است که لازم نیست که سلام را بشنوند. حتی یعنی بحث سلام کردن خود این السلام علیکم یا اهل القبور، این یک دعای خیر هست برای مردگان، چه بشنوند یا نشنوند، ما این دعای خیر را باید برای مردگان در واقع انجام بدهیم. اما در روایت اومده که حداقل این یک مورد را میشنوند. اما ما اجازه نداریم که یک امر غیبی را که در جهان و عالم برزخ هست اون را قیاس بکنیم. چون که سلام را شنیدند پس بنابراین همیشه میشنوند، چون این چیزی ثابت نشده از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. جزاکم الله خیر. گوسفندی که ذبح کردیم و جنین داره، خوردن جنین آن حلال است یا حرام؟ بنابر رأی جمهور اهل سنت و الجماعت و روایتی که در این زمینه در سنن ابو داود و ترمذی هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، روایت حضرت ابو سعید هست، زکات الجنین زکات امه، یعنی زکات سربریدن ذبح جنین همون ذبح مادرش است. وقتی گوسفندی رو سربریدند، اون در واقع چیزی که در شکمش از جنینی اگر که بود و مرده خارج شد، اون رو ولو اینکه مرده خارج بشود اون در واقع حلال هست، از نظر شرعی حلال هست. و ابن منذر رحمت الله علیه این رو به صورت اجماع ذکر کرده که از صحابه نقل نشده که کسی گفته باشد که وقتی که گوسفندی رو ذبح کردید و جنینی در شکم داشت، جنین رو هم باید ذبح بکنید. گرچه بسیار از فقها در این زمینه نظرشون است که اگر جنین هم خارج شد از زنده بود اون رو دوباره ذبح بکنند، اگر مرده بود که خوردنش جایز نیست. برخی از فقها این نظر رو هم دارن. منتها با توجه به روایت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم، خوردن چنین جنینی، یعنی اون در واقع بزغالی که در شکم یک بزی هست، خوردنش در واقع جایز هست در صورتی که مادرش رو ذبح بکند. جزاکم الله خیر. و آخرین سوال در مورد این است که کسی که در حالت مرگ یا موت شهادتین رو نگفته باشد، آیا نشانه بی‌ایمانی هست یا نه؟ نه، هیچ عنوان نشانه بی‌ایمانی نیست. اصل بر این است که انسان وقتی که با توحید از دنیا برود، این در واقع مؤمن و موحد هست. مؤمن و در واقع موحد هست، ولو اینکه در آخرین لحظاتش فرصت نکرده باشد که شهادتین را بر زبان بیاورد. اما اگر شهادتین را بر زبان آورد در آخرین لحظه، این یک نوع بشارت و مژده‌ای هست که در واقع ما مطمئن میشیم که فلان بنده الله از دنیا با شهادتین رفته. اگر کسی شهادتین هم نگفت، بر اساس و معیار برخورد الله متعال با اون، به همون اعتقاد و ایمانی هست که در قلبش وجود دارد و دلیل بر ایمان اون در واقع قلب هست، نه زبان. اما اگر با زبان هم در آخرین لحظات شهادتین گفت، این نور علی نور هست و یک نوع فضیلت خاصی رو دارد و یک نوع مژده هست. تشکر میکنم از شما، خسته نباشین که وقتتون به ما دادین و از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن.
در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لأزيل الحيرة